نغمه در حالت مرگ در شفاخانه امریکا که اصلا باورتان نمی شود. افشای رازهای بزرگ نغمه در امریکا و گریه منگل که باورتان نمی شود. شوهر دوم نغمه کجاست؟ دلیل بستری شدن نغمه در امریکا چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. نغمه هنرمنده از بق، ناماشنا، محبوب و یکی از هنرمندان تاریخ ساز در هنر موسیقی افغانستان است. نغمه را میتوان از جمله اولین خانم ها در صنعت موسیقی افغانستان دانست که آهنگ های بیشمار ثبت و نشر کرد. نغمه در سن نوجوانی با منگل، یکی دیگر از هنرمندان سابقه دار و ناماشنای کشور، ازدواج کرد. در آن زمان نغمه و منگل در پلیس افغانستان کار میکردند. بر علاوه کار رسمیشان آهنگم میسراییدند و در کنسرت های بزرگ در افغانستان اشتراک میکردند. نغمه در سال 2006 بر اثر مشکلات خانوادگی از منگل جدا شد. با یکی از پشتونها ازدواج کرد. نغمه با خانواده‌اش در کشور امریکا زندگی می کند. از شوهر دومش فرزندی ندارد. نغمه با وجودی که در کشور امریکا هم آرام ننشست، کنسرت هایی برای دوستداران و علاقمندانش ثبت و نشر می کرد. نغمه در جدیدترین تصاویری که توسط دوستان و اقاربش در صفحات مجازی نشر شده است، در حالت بسیار بدی در امریکا بستری است و دلیل بستری شدن نغمه بلند بودن فشار خونش بوده است. و منگل همسر سابقش همیشه در فراق دوری از نغمه می‌گرید. من آرزوی صحتیابی و شفایاب شدن برای نغمه از بارگاه عزت الله یزال دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستداران نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، شاد و موفق باشید.